ماشینم ریپ میزنه. وقتی صبح میخوام روشن کنم بد روشنی میکنه، میخوام حرکت کنم کپ داره بد میره. چه کار کنم؟ سوزن عوض کردم، پمپ عوض کردم، صافی عوض کردم، همه چی عوض کردم، خوب نشده. به شعار اویس دقت نکرده که میگه 90% عیب‌ها ریز و جزئی هستن. سلام و عرض ادب، سلام و عرض ادب خدمت مردم عزیزم ایران. اگر ماشینتون این مشکل داشت بیا اینجا، فقط و فقط تو رو خدا قبل اینکه بیای تعمیرگاه تخصصی اویس و هزینه کنی خودت تو 1 ثانیه اینو بکش. بهش میگن سنسور اکسیژن، بکش برو دور بزن. 90% قطع به یقین خوب میشود، شک نکن. 450 هم همینجوری، همه ماشین های ایرانی آقا 450 مدل پاییناش اینجا داره یه سوکت داره. بیا اینجا مثل این ماشین دقیقا کنار باتری سوکت رو بکش برو دور بزن. ماشین های 405 مدل بالا اینجا باز کنار اگزوزه، اینجا بهش میخورن بعد زیمینسی میگن، اساست میگن. دوستان عزیز